أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث از عبدالله ابن عباس و اینچنین عبدالله ابن عباس روایت شده است. شماره حدیث در کتاب مسلم 403 می باشد که این باب تشهد می باشد. مسلمان در یک روز پنج مراتبه نماز می خواند. باید التحیات را خوب آموزد و معنی که آن چه میگوید بفهمد. برای این شخصی که التحیات را، تشهد را اگر نماز 4 رکعته باشد، شخصی که در 2 رکعت وقتی که تشهد اول می نشیند و نمی خواند یا فراموش می کند، باید سجده سهو بکند، زیرا واجب است. اما در 2 رکعت اخیر وقتی که می نشیند، تشهد نشستن این رکن می باشد. در تشهد این التحیات لله را می خواند. برای من عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگوید که كان رسول الله صلی الله علیه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن. عبدالله ابن عباس میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما تعلیم میدادند تشهد را، چه خیلی که بر ما قرآن را آموختن را تعلیم میدادند. پیامبر اهمیت میدادند که فكان يقول التحيات المباركات السلوات الطيبات لله. التحيات لله معنایش این است که تعظیم خاص برای الله است. این رکوع و سجده ای که ما در نماز میکنیم برای خالص برای الله می باشد. مبارکات، هر شخصی که این تشهد رو می نشیند و آنچه که در نماز است اجرا می کند، به شک برکه در عمرش الله می دهد. التحیات لله المبارکات، نماز خود مبارک است. الصلوات الطیبات لله، صلوات این دعا می باشد، دعا برای الله، چی در نماز نفل باشد و چی در فرض باشد. و آنچه که در نمازها انسان مؤمن میگوید همش برای الله است. صلوات لله الطیبات لله. و آن سخنها و عمل و گفتارهایی که در نماز است برای الله است. یکی از نامهای الله طیب می باشد. شخصی که عمل صالح می کند، خالص می کند، او به شک طیب می باشد. الله عملی صالح خالص و طیب را قبول می کند. ما در نماز همه عملهایمان را خالص برای الله می کنیم و پیامبر را پیروی می کنیم. و سپس می گویم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام این دعای می باشد که سلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم، و سپس می گویم که ایها النبی و رحمت، و پیامبر را به دعا می کنیم که رحمت قرار بدهد و برکات خیر و زیاد برای پیامبر. السلام علینا، یعنی علینا برای مؤمن ها یکی در این دنیا برای الله خالص عبادت می کنند، و علی عباد الله الصالحین، این فرشتگانی که بنده های صالح الله می باشند که آنچه که الله می فرماید اجرا می کنند. سپس می گویم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. میگیم گواهی میدهیم نیست معبود غیر از الله بر حق، و گواهی میدهم که البته محمد فرستاده الله است. پیامبر صلی الله علیه و سلم با عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود دستانی مبارکی
عبدالله ابن عباس رو، عبدالله ابن مسعود رو می گرفتند و این رو تعلیم می دادند. عبدالله ابن مسعود می گفتند که دستی ما رو پیامبر محکم می خبیدند و اهتمام می دادند و این تشهد رو بر ما تعلیم می دادند. گاهی پیامبر اسلوبشان از کتفی بعضی صحابگان می گرفتند تعلیم می دادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم معلم هم مربی ما بودند. باید ما التحیات را خشوع حفظ بکنیم و چه خیلی که معنیش را گفتیم در یاد داشته باشیم. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.